انگشتر یا سکه یابی. دکمه سلکت و ریجکت که داخل تنظیمات به دردمون میخوره. گزینه تنظیماتی که بزنیم با همینم گزینه‌هامون عوض میشه. مورد یک، یه بار سلکت رو بزنیم نویز کنسل هوایی که 50 سانتی ما کویل از زمین فاصله میدیم و یه بار این کارو انجام میدیم که نویز کنسل هوایی خودش برای ما انجام میده. گزینه دوم، وقتی دکمه سلکت ما نگه داریم بالانس دستی سیستمه و وقتی 2 ثانیه نگه داریم این نمودار اومد بالا، رو بالانس اتوماتیک هستش که ما معمولا روی این میذاریم که دیگه سیستم ساکت میشه و هر گونه آلودگی خودش اتوماتیک حذف میکنه. گزینه بعدی صدای سیستمه که ما هر چقدر اینو بیشتر کنیم معمولا صداش بیشتر میشه و کمتر کنیم کمتر میشه. گزینه بعدی ترشولد یا همون صدای پس زمینه که ما هر چقدر اینو بیشتر کنیم یه صدای پس زمینه‌ای به کار میره که تغییر تو این صدای پس زمینه میشه فلز. گزینه بعدی برای تفکیک صداییش هست که همه فلزات رو با یه نوع صدا نشون بده، با 2 نوع صدا، 5 نوع یا حالت اتوماتیک. گزینه بعدی برای حذف فلزات مشخصه. مثلا شما تو محیط دارید کار میکنید، هی کد 28 به شما پوکه میده و شما میخواید دیگه این فلز رو برای شما سنس نکنه. میایم 28 رو پیدا میکنیم و یه بار دکمه ریجکت رو میزنیم که این 28 رو برای ما خالی کرد. دیگه هر فلزی که کدش 28 باشه رو برای ما سنس نمیکنه. و دوباره بیایم رو همون 28 رو یه بار سلکت رو بزنیم، الان کامل کرد که هر فلزی کدش 28 باشه رو دوباره برای ما سنس میکنه. گزینه بعدی شعاع دور کویل هستش که ما اینو بذاریم رو 3 دور کویل بیشتر عمق میزنه و از عمق کاوشش کم میکنه. بعد چقدر بیاریم پایینتر از شعاعش کم میکنه و میده به عمق که معمولا ما همین رو 2 میذاریم. و مربوط به تفکیک کدیش که اینجوری نیستش که شما فکر کنید طلا یک کد مشخص بده یا نقره یک کد مشخص بده. همه این فلزات بستگی به عیارش، قدمتش، حجمش و عمقش کدا تغییر میکنه. مثال یه طلای علنگوی قدیمی و با یه طلای علنگوی جدید توی کد نمیزنه و کداش فرق